درود شنونده های گرامی. سلسله گفتارهای خوانش بدیعی. با توجه شما رامانی کیفری دلوری میرزا در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری. آغاز گفتار 26. آخرهای سال 1934 عضو بیوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کویبشف به تاجیکستان آمد. وی به شهرهای استالیناباد و لنیناباد سفر کرد. با ساکنان این شهرها واخورد. یکی از مسئله هایی که دقت او را جلب کرده بود مسئله زیاد نمودن حاصلناکی پخته بود و شیرینشاه شاه تیمور سبب‌های اجرا نشدن نقشه را با دلیل‌های زیاد به وی فهماند. بعد جسارت این سیاستمدار قوی اراده دیگر راهبران نیز او را دستگیری کردند. بعد بازگشت کویبشف به مسکو و فهمانیدن وضع راهبر اول درباره بلند نمودن نرخ پخته فرمان داد و حکومت قرار برآورد و در قطار پختکاران تاجیک پختکاران دیگر جمهوری های پختکار فایده دیدند. سال 1935 نقشه پیش بینی شده بر زیاد اجرا شد. پختکاران تاجیک در مملکت اولین شده نقشه را سربلندانه اجرا نمودند. به دولت 81,700 تن پخته سپاریده شد. شاه تیمور در سخنرانی‌هایش عاید بر رشد ساحه پختکاری حرف می‌زد و راه‌های زیاد نمودن حاصلناکی را با دلیل‌های علمی اساسناک می‌کرد. پیشنهاد کرد که باید در سال آینده به خزینه دولت پختکاران 107,000 تن پخته سپارند. شیرینشاه شاه تیمور فرزند اصیل ملت بود و او از تاجیک بودنش با افتخار حرف میزد. خستگی را حس نکرده تنها به خاطر رشد ساحه‌های قاجگی خلق جمهوری کار و زندگی میکرد که نمونه عبرت دیگران بود. محمد حایطی در وظیفه رئیس کمیته اجرایی ناحیه حایط کار میکرد. بعد از وظیفه معزول گردیدن دوستش نصرت الله مقسوم دل شکسته شد. او با آوازه های شنیده‌اش و خبرهای در مطبوعات دوری نشر شده باور نداشت، اما قدرت سخن گفتن نمی کرد. او که نصرت الله را چندین سالها باز می شناخت و می دانست مرد یک روح و وطن دوست است، نمی توانست به دشمن بودن وی باور کند. اما در این باره حضور کسی سخن به زبان نمی آورد. در سیمای همه گماشتگانی مقامات قدرتی را می دید. پند گذشتگان را به خاطر می آورد. دیوار موش دارد و موش گوش. می ترسید که مبادا بین آدمان نزدش آمده خبرکش ها باشند و سخنهای گفتش را به گوش مقامات رسانند. مثل پیشتره هوس کار نداشت. از صحبت‌های سیاسی کناره می گرفت. در کشور جستجوی پیروان نصرت الله مقسوم ادامه داشت و روز او را نیز به محکمه کشیدند. یک مدت در محبس خوابید. او را از صف حزب خارج نمودند و چون پیروی نصرت الله مقسوم از وظیفه آزاد کرده شد. شیرینشاه به غرم آمد و او باز به آزادی برآمد. به زادگاهش برگشت. دیگر منصبداران به سراغش نمی آمدند. از وی مصلحت نمی پرسیدند. برای جامعه نوین انگشتی زیادتی بود. محمد در حایط زیاد ایستادن نمی خواست. دلش از همه مانده بود. می خواست به شهر رود که کسی او را نشناسد. نیت کرد که به شهرهای کلان می رود و دوباره به خاکدان بابایی پایش را نمی ماند. دوران راهبریش در حایط با رفتار جوان مردانه و کاردانی و صداقتش به همدیاران صاحب آبرو و احترام گشته بود. در غیبش خرد و کلام به وی محمد رفکام نام می بردند.
و تا آخر عمر بین مردم با این عنوان یاد میشد. بعدی رهایی یافتن از محبس، هر روز مردمی مهنتکش با عیادتش می آمدند و او را تسلی می دادند. آموزگاران مکتب ها نیز به سراغش می آمدند. امروز هم یک زمره جوانان فعال هایتی به دیداربینی وی آمدند. در بین آنها کارمندان اداره های دولتی نیز بودند. دلش ته کشید، گمانی بد برد. مبادا آنها را برای گپ گیری فرستاده باشند. اندیشید در دل، شکسته دل و آزرده بود. خوشش صحبت نداشت، ولی جوانان همدیارش این را نادیده می گرفتند و تلاش می کردند که راه یافته با سخنهای شیرین و تسلی بخش طبعش را بالیده گردانند. آنها او را چون مرد کاردان اعتراف می کردند. اکایی محمد، بیهوده غم می خوری، گفت کارمندی کمسمال ناحیه حاکمی عزیز. شهر بی دروازه نیست. مسئله را می سنجند و بیگناه بودن نصرت الله مقسوم معلوم می شود. وی به تاجیکستان می آید. دادری عزیز، ابرو جین کرده گفت محمد. مقسوم در دنیای روشن تنها به خاطر ملت و دولت تاجیکان زندگی کرد. مقابل دشمنان ملت تاجیک ناترسانه برآمد میکرد و منفعت‌های ملی را از همه بالا میگذاشت. با این رفتارش صف دشمنانش آنقدر افسوده است که حسابش گم. آنها منتظر چنین لحظه بودند و حالا تمام مهارت خود را پی آن صرف میکنند که مقسوم دوباره صاحب گپ نشود. از وی می ترسند. از دانش و مهارت سخندانیش، از استعداد خداوند دادهش هراس دارند. اگر او را رفیق ستالین قبول می کرد و صحبت می نمود، مسئله رنگ دیگر می گرفت. صد حیف نصرت الله نخواد در مسکو هم به حرف وی گوش ندهند. حاکم جان، تو جوان هستی بچم و بسیار چیزها را نمی دانی. بهترش مرا به حالم مانو، از پی زندگیت شو. احتیاط کن، پیش هر کس در این موضوع گپ نزن بچم. زمانه دیگر شده است. دوست را از دشمن جدا کردن مشکل، حتی به فرزندی پدر باور کردن ممکن نیست در این زمانه. میفهمم اکای محمد. نگاهش را به نقطه دختر زیر لب پاسخ داد حاکم. هیچ باورم نمی آید که مقسوم به خلاف گفته حزب عمل کرده باشد. آخر وی سراپا فرزندی حزب بود، پرورده مکتب حزب بود. نصرت الله سخندان است دادر. وی نه تنها از راه نشان داده حزب قدم بیرون نمیمان، بلکه در تربیه جوانان همدیارش سهمی سزاوار گذاشته است. صدها جوان رهگم را به راه راست هدایت کرده است. به آنها درس وطن دوستی و خودشناسی آموخته است. این را در مثال خودم گفته می توانم. کی بودم من؟ یک کوری راه، بد را از نیک فرق نمی کردم. مستانه زندگی داشتم، نه پروای وطن می کردم و نه در اندیشه ملت بودم. از پشت مشزنی و اوباشی برده نانم را به دست می آوردم. در ملک بیگانه رفتار می کردم که امروز به خاطر می آرم و از شرم زمین نمی کفد که فرو روم. وی مرا از این کردارهای زشت باز داشت. با زبان شیرین و گفتار پدرانه عاقبت کارهای برای انسان حقیقی بیگانه فهماند. و من فهمانده توانست که زور بازو را به کدام کارها باید صرف کرد. و من فهماند که وطن را دوست داشتن و به خلق زحمت کشیدن، خدمت کردن چی معنا دارد. اگر او نمی بود شاید حالا در کنج محبس آب و ادا می شدم و یا بعد انقلاب به گروه های همراه می شدم که بر ضرر ملت و دولت خود کار می کردم. من تنها نبودم.
همراه هم 10 جوانی نیرومندی مردی کار بود. نصرت الله ما را مجبور کرد که به علم آموزی مشغول شویم، سیاه را از سفید و نگر را از بد فرق کنیم، کم و بیش هم باشد از سیاست خبردار شویم. بعد پند و اندرزهای خردمندانش من لباس عسکری در بر، سلاح به دست گرفتم و قطار عسکران به خاطر آینده دولتداری مردم کمبغل سنگرنشینی کردم. هدفهای حزب بلشویکان را آموزاند و مقصد راهبران بلند مرتبه را فهماند. او بود که ناترسانه به میدان سیاست قدم گذاشتم و جسارت کرده راهبری یک ناحیه کلان را به عهده گرفتم و برای مردم زادگاه هم خدمت ناکرای را انجام دادم. همه این را در مثال خودم میگویم بچم. اگر درباره کارهای خیر وی ساعتها گپ زنم صحبتمان ختم نمی شود. معصوم دانشمند و سیاستمدار عاقل است. اگر 1 ساعت در تنهایی به صحبتش گوش دهی در دلت خواهش پیدا می شود که همه کارت را مانی و تنها دنبال وی روی. تو دادر فراموش نکن، در دنیا همه دشمن دارند، حتی مرد گدا هم به دشمن نیست. چی جایی سیاستمدار مثل نصرت الله معصوم؟ حسودان و ناتوان بینان، کینه توزان و بخیلان نمی خواهند که ملت تاجیک مثل نصرت الله پیشوا و پیشرفت داشته باشند. تو هنوز جوان هستی، دنیا ندیده ای، از کردار مردمی که صورت انسان دارند و سیرت شیطان آگاه نیستی بچم. نمیدانی که در دنیا آدمانی هستند که به خاطر منفعت‌های شخصی مادر خود را به یک تنگه سیاه میفروشند. برای آنها وطن و مادر، ملت و دولت ارزش ندارد. فقط میخواهند که در همه جا شخص اول باشند. با 100 حیله و نیرنگ راه و وسیله میکابند. پروای آن را ندارند که از دستشان کار میآید یا نه، دانش و مهارتشان کافی است یا نه. طبیعت ایشان چنین است. امروز سخن آنها را کلانها گوش میکنند، باور میکنند که این طایفه در حقیقت فدایی حزب بلشویکی میباشند. تو حرفهای مرا به گوش بگیر دادر، از صحبت من پیش کسی گپ نزن، مبادا بلای را به سر خودت و من نیاری. ما جوانان نصرت الله معصوم را از دور دیده ایم و از زبان دیگرها درباره وی شنیده ایم. کاش خداوند نصیب میکرد که بار در صحبتش می نشستیم. از گپهای من خفه نشو دادر. در پیشانی چیزی نوشته باشد آدم همان را می بیند. پگاه من به تاشکند برمی گردم، کارگری عادی می شوم و برده نانم را می یابم. من با مصلحت نصرت الله آمده بودم. به فکرم همه سپارش های او را اجرا کردم. برای مردم حاید با دستگیری نصرت الله و دیگر دولت مردان کارهای زیاد را انجام دادیم. خوب بود یا بد آینده ها بها می دهند. من از خدمت‌هایی کردم پشیمان نیستم دادر. شکرانه میکنم که طفیل نصرت الله معصوم ترک کردارهای زیشت کردم. به کجای نروم از این به بعد با مهنت حلال نان میخورم. پند و نصیحت‌های نصرت الله معصوم در خاطرم عمرباد نقش بستند. دعا میکنم که خداوند او را از جمیع بلاها نگهدار باشد. اکنون نوبت دیگرها. دنیا به نوبت گفتند، هر کس 1-2 روز دور میراند. دولت شوروی در یک مدت کوتاه مشکلات زیادی را پس سر کرد. همرنگ یک کشتی بزرگ میان امواج حوادث زیادی تاریخی با مرام پیش می رفت.
کارگران و دهقانان در اساس برنامه‌های پیشنهاد نموده حکومت شب و روز خستگی را حس نکرده زحمت می‌کشیدند. یوسف ویساریونویچ استالین، فرزند موزدوز گرجی با عقل و ذکاوت مادرزادی و تجربه در زندگی اندوختش به همه دشمنان سرسختش غالب می آمد. توانست ملت‌های گوناگون را در یک تشکیلات بزرگ حزبی متحد نماید. راهش را جسورانه در اساس تعلیمات استاد خویش ولادیمیر ایلیچ لنین با مقصد بنیاد یک دولت بزرگ کمبغل پرور ادامه دهد. خاکسارانه میزیست، نه خزینه شخصی داشت و نه ثروت. برای خود قصر بنا نکرد. همه اندیشش به مردم کمبغل بند بود. برای حیات شخصی فرصت نداشت. اما از متحدی دشمنان داخلی می ترسید و مقابل آنها بیرحمانه مبارزه می برد. هر که در مقابل حزب بلشویکی حرف به زبان می آورد به گردنش طوق دشمن آویزان می شد و او عباره دشمن خلق را ایجاد کرد. یوسف ویساریونویچ استالین در مبارزه استوار بود و در زندگی پولادین بودن پیکر خویش را با جسارت و دلیری و بیرحمی و جباری اثبات کرد. دیگر او یک مرد عادی فرزند کارگری گمنام گرجی نبود. او پیشوای تمام بلشویکان و عامه وسیع مردم کشوری پهناور بود. دست پروران مکتب وی که اکنون در وظایف گوناگون کار میکردند با یک اشاره چوبوکش اگر میتوانستند از آسمان ستاره می آوردند و این دورانی بود که مردم به داخل خویش محبتی به انتها داشتند. او را همرنگی بت زنده می پرستیدند. در تاجیکستان نیز این وصف به تأثیر نماند. دوران آمده بود که کینه‌توزان و حسودان و بخیلان به هر واسطه به منصب‌های دولتی صاحب شده به منفعت شخصی منصب را استفاده می بردند. به فرزندان فرزانه و جانفدای ملت تاجیک که منفعت‌های ملی را از همه بالا می گذاشتند حسد می بردند، کینه داشتند به آنها. در بر جامعه حسد از دستاوردهای آنها چون هیزم تر می سوختند و علاج می کافتند و پای بهترین ها تیشه زدن می خواستند و در عملی نمودن نقشه های اهریمنی خود چاره و تدبیر می جستند، متحد می شدند. بعدی با وظیفه کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست بلشویکی تاجیکستان تعیین گردیدن اورونبای اشوروف وضع پیچیده تر گردید. تمام مقامات های قدرتی با پیدا نمودن دشمنان خلق مشغول بودند. یک معرکه مهم و دهشت انگیز بود. هر روز 10 نفر به محبس کشیده می شد. قسمی را به قتل حکم می کردند و برخی به جایهای دور به درغه می شدند. دورانی بود که آدم در مملکت شوراها تشنه خون انسان بود. در این روزهای پرماجرا شاه تیمور مردانه پی بنیاد دولت شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مشغول بود و باور نداشت که روز او را هم قطار نصرت الله مقسوم دشمن خواهند خواند. سال 1936 سال غالبیت سوسیالیسم اعلان شد. اکنون مسئله به کنستیتوسیا علاوه کردن تغییرات علاوه ها به میان آمده بود. در اساس کنستیتوسیای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسئله از نو تیار نمودن کنستیتوسیای تاجیکستان نیز به میان آمده بود. لایحه کنستیتوسیا را کمیسیون مخصوص با سروری شیرین شاه تیمور تیار کرد و برای محاکمه به انجمن ششم
فوق‌العاده شوراهای جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان پیشنهاد کرد در برابر لایحه کنستیتوسیا لایحه نشان دولتی نیز پیشکش گردید. انجمن ششم شوراهای جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کنستیتوسیای نوی تاجیکستان را قبول کرد. шунавандаҳои гиромӣ, шумо рамани кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 26